میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟ میخواید بچه‌های خودتون رو در ایران اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟ اون مرد ایرانی که در ایران اعدام میشه مثل شماست. اون زن ایرانی که سنگسار میشه و اعدام میشه از شماست و برای شماست. بلند شید اعتراض کنید. خاک بر سر ملتی بکنن که منتظر اشتراک ضبط امریکا. بلند شید با عشق بلند شید و برید توی خیابون. به مال شما، به جان شما، به ناموس شما، به فرهنگ شما تجاوز شده. پس دارید برید توی خیابون. یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟